سلام به همگی، امیدوارم حال دل همتون عالی باشه. بچه اول از همه میگم که من مدرس زبان نیستم و خودم هم صرفا یه زبان آموزم و فعلا دارم زبان انگلیسی رو یاد میگیرم. اما امروز خیلی یهویی به ذهنم رسید که بیام و یه سری ویدیوهای تدریس از کتاب فوکس آن وکابیولری 1 و 2 براتون توی یوتیوب قرار بدم، به خاطر اینکه من خودم وقتی که میخواستم این کتاب رو بخونم چیزی ازشون پیدا نکردم و اون ویدیوها واقعا واسم مفید نبودن و خیلی ایراد داشتن و خب خیلی واسم سخت بود که بتونم اینا رو تموم بکنم. حالا من این ویدیوها رو آماده میکنم، یکی دوتاشو، و امیدوارم هستم که بتونه مثلا کمک کنه. خیلی خوب، درسمون رو شروع میکنیم. چپتر 1 از یونیت 1 هستیم با موضوع هپینس و همون شادی. اول از همه بهتون بگم که توی هر کدوم از درسای این کتاب ما آخر هر درس یه سری تمرینات داریم که من دیگه اونا رو حل نمی کنم و اول هر درسم واسه شروع 3 سوال میده، حالا یا بیشتر یا کمتر، که میگه که اینا رو با همکلاسیاتون راجع بهشون بحث و گفتگو بکنین که خب ما اینا رو انجام نمیدیم و قسمت دوم رو نیاز داریم. این قسمت دوم قسمت تارگت وردز هست، یعنی اون کلمه های هدف. خب حالا چی گفته؟ گفته که look at the words in the box. These are the target words for this chapter. Use the scale to score yourself on each word. After you finish the chapter, score yourself again to check your improvement. میگه که اول به این کلمات تو این باکس پایین نگاه بکنین، بعد حالا با توجه به اون عدد 1 تا 4 که دادیم به خودتون نمره بدین و دیگه بعد از اینکه درس رو خوندین بازم به خودتون نمره بدین با همین کلمات و همین روش که ببینین چقدر پیشرفت کردین. میگه که واسه هر کدوم از اینا اگر کلمه رو نمیدونین عدد 1 رو بزنین، اگر این کلمه رو شنیدین قبلا یا دیدین اما راجع به معنی این کلمه مطمئن نیستین عدد 2، اگر این کلمه رو متوجه میشین، اگر توی یه جمله ببینینش میتونین معنیش بکنین و اینا، ولی نمیدونین که چطوری توی اون اسپیکینگ و رایتینگ خودتون ازش استفاده بکنین، عدد 3، و اگر همه اینا رو میدونین، یعنی هم معنیش رو میدونین هم میدونین که باید چطور توی رایتینگ و اسپیکینگ خودتون ازش استفاده بکنین، عدد 4 رو کنار اون کلمه وارد بکنین. میرسیم به قسمت ریدینگ. اگه بهم اجازه بدین یه لحظه، اینطوری بهتر حس میکنم. خب تایتل این ریدینگمون اینه که Why are you happy؟ چرا شما خوشحال هستین؟ اینجا ما کلمه instinctively obscure رو داریم توی اون پاراگراف اول که اتفاقا توی همین باکس هم هست که حالا بذارید من توی همین باکس اول کلمات رو بهتون بگم، بعدش بریم سراغ اون درس که دیگه اینطوری راحت تر باشه براتون. کلمه اول اینجا هست assert، یعنی ادعا و ادعا کردن. این کلمه دوم astonishing، یعنی شگفت انگیز، شگفت آور. سومی boost، یعنی بالا رفتن، بالا بردن، افزایش پیدا کردن. این کلمه cheerful یعنی شاد، بشاش، یعنی مثلا I'm cheerful about my life، من تو زندگیم خوشحالم، در مورد مثلا زندگیم خوشحال و بشاش و شاد هستم. کلمه بعدی دیت هست به معنای کار و عمل و اون حالا اکشنی، و کلمه آخر از ردیف اول devote. devote یعنی اختصاص دادن، مثلا to devote your attention to depression، یه چیزی مثلا مثل این رو میتونیم بگیم واسش.
که حالا مترادف کلمه dedicate هم هست تقریبا. قسمت بعدی discipline، کلمه اول از ردیف دوم. discipline یعنی نظم و انضباط. وقتی مثلا میگه self discipline یعنی اون نظم و انضباط شخصی. کلمه بعدش هست esteem. esteem یعنی عزت، احترام. خب حالا مثلا میگه self esteem، وقتی میگه self esteem منظورش عزت نفسه. خب کلمه بعد هست graft. graft یعنی پیوند زدن. خب کلمه بعد inherit یعنی به ارث بردن. مثلا I inherit my mom's eyes، من چشمای مادرم رو به ارث بردم. بعدی instinctively یعنی to do something without thinking، یعنی یه کاری رو بدون فکر کردن انجام دادن، به صورت غریزی انجام دادن. بعدی که آخرین کلمه از این ردیف هم هست intervention یعنی مداخله، اقدامات. میریم ردیف بعد longing یعنی اون اشتیاق، شور، ذوق. manner یعنی یعنی اون شیوه، روش، رفتار. monk یعنی راهب. mystery رمز و راز، معما. obscure یعنی مبهم. مثلا some obscure reason یعنی حالا مثلا چند تا دلیل مبهم، یه سری دلیل مبهم. pace یعنی گام، قدم. کلمه اول از ردیف آخر philosophy یعنی فلسفه. restaurant یعنی همون رستوران. review این رو تو کلاسای زبان خیلی استفاده میکنن، میگن که مثلا میگن ریویو کنیم و اینا. این یعنی مرور کردن، دوباره نگاه کردن به یه چیزی. steak همون استیک خودمونه دیگه، همون گوشتی که توی رستوران سرو میشه. therapy یعنی مداوا، درمان. مثلا میگن دیدین که مثلا میگن therapist، این همونه therapist. اوکی. و کلمه آخر thrill یعنی هیجان. خب این قسمت رو اول میخونیم، پاراگراف اول از are you happy تا achieve it. Are you happy? It is a simple question, one that you can instinctively answer with an easy yes or no. However, for some obscure reason, the question what is happiness is more difficult to answer. So too is the question that follows, how do we achieve it? خب میگه که آیا شما خوشحال هستین؟ این یه سوال راحتیه که میگه که وقتی میگه مثلا want that یعنی که، معنی that خالی میده. یعنی یه جور سوالیه که شما میتونین به طور چی؟ به طور instinctively یعنی به طور غریزی بدون فکر کردن با یه آره یا نه ساده بهش جواب بدین. However ببینین وقتی however میاره یعنی این که مثلا حالا اون جمله اول ممکنه جمله مثبتی بوده باشه، جمله بعد از however میشه جمله منفی. یا حالا اگه مثلا جمله قبل از however منفی بوده بعدش میشه مثبت. یعنی یه چیزی رو میخواد متضاد اون جمله قبلی بگه. However, for some obscure reason, the question what is happiness is more difficult to answer. اگرچه که به خاطر یه سری دلایل مبهم، یه سری دلایل مبهمی که مثلا معلوم نیستن، obscure هستن، این سوالی که میگه what is happiness، شادی چیه، بیشتر سخته که بخوایم بهش جواب بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما سوال are you happy رو میتونیم با یه آره یا نه ساده‌ای به طور غریزی اصلا جواب بدیم که مثلا آره من آدم شادی هستم، آره من آدم شادی نیستم، مثلا نه من آدم شادی نیستم. ولی سوالی که میگه what is happiness، مثلا میگه what is happiness، تو نمیتونی بگی خب آره یا نه، نمیشه، باید راجبش توضیح بدی. پس نمیتونیم به سادگی جوابش بدیم و سخت‌تره واسه توضیح دادن و حالا راجبش صحبت کردن. So to is the question that follows, how do we achieve it? So to اینجا به معنی also هست، به معنی همچنین same as.
میگه همچنین، یعنی حالا مثل این سوالی که میگه ما چطور این رو به دست میاریم. از ات منظورش چیه؟ منظورش همون شادی هست. این ات اینجا رو میگم. خب پاراگراف دوم میگه که Well, defining happiness is not quite as simple as it might seem. خب توصیف کردن و تعریف کردن شادی اونطوری که به نظر میرسه ممکنه راحت نباشه. اینجا یه ساختار داره، ساختار as گفته که quite as simple as it might seem. خب این ساختار as یعنی مثلا حالت همون همچنین میده، حالت همون also میده. خب same as مثلا میگه I'm not as tall as my sister، یعنی من به اندازه خواهرم قد بلند نیستم. خب این از ساختارش اینجوریه که حالا اون ضمیر یا اسم میاد و بعدش هم حالا اون اگه نات داشته باشه نات میاریم و اینا، و بعدش این از رو میاریم، بعدش میایم صفت رو میاریم. صفت حالا مثلا تال، اینجا صفتش سیمپل هست و بعدش هم یه از دیگه میاریم و ادامه جمله. یا مثلا میگیم it's not as expensive as the other hotel. این مثلا هتله به اندازه هتل‌های دیگه گرون نیست. خب قسمت بعدی میگه go into any mall these days and you'll find many people shopping at a frantic pace. میگه شما اگه این روزا به هر مرکز خریدی برین، مال یعنی مرکز خرید دیگه، به هر مرکز خریدی که برین شما میتونین پیدا بکنین آدم‌هایی رو که دارن دیوانه‌وار خرید میکنن. فرانتیک پیس، فرانتیک خودش یعنی دیوانه‌وار رو مثلا حالت از کوره در رفته، یعنی حالا آدمی که از کوره در رفته، آدمی که مثلا داره بدون توقف کردن نان استاپ داره یه کاری رو انجام میده. خب پس فرانتیک پیس یعنی دیوانه‌وار با سرعت خیلی زیاد. اینجا پیس معنی سرعت میگیره. Believing that happiness is the thrill of buying a new pair of shoes or the latest high-tech device. که حالا اون مردم باور دارن که شادی اون هیجان خریدن یه جفت کفش جدید یا مدل بالاترین دستگاه تکنولوژی هست. device یعنی دستگاه، های تک هم خب یعنی دیگه خیلی مثلا تکنولوژیش بالاست و اینا. Indeed یه کلمه ای هست که بیشترم فکر میکنم تو بریتیش به کار بره حالا، ولی تو امریکا هم استفادهش میکنن که این indeed یعنی مثلا البته، حالت یه تاییدیه ای داره. خب یعنی درسته، مثلا یه چیزی میگه بعد میگه که indeed یعنی این کار رو انجام میدن، درسته، تایید میکنه. خب گفته که indeed the idea of happiness has been a topic of much thought and discussion within the fields of philosophy, religion and science for the past 2500 years. میگه که البته که این ایده شادی یه تاپیکی بوده، یه موضوعی بوده واسه خیلی از اون تصورات. thought یعنی تصور یعنی فکر، خیلی از اون تصورات و discussion ها یعنی بحث ها، within یعنی داخل اون حالا fields of philosophy یعنی مثلا اون قسمت های فلسفه، religion دین and science و علم برای چند وقت for the past 2500 years برای 2500 سال اخیر. میگه که a follower of Confucius کیه؟ Confucius کنفوسیوسه که تو فارسی زیاد شنیدیمش ولی خب حالا انگلیسیش تلفظش فرق داره. The famous Chinese philosopher که یه فیلسوف معروف و حالا محبوب چینی هستش. famous یعنی معروف و محبوب. خیلی خوب، پس famous یعنی مشهور، معروف. philosopher که تو این قسمت آورده یعنی فیلسوف. would say that happiness is the
joy obtained from learning about humanity through social relationships and good deeds. اجازه بدید من اینو پاک کنم، خط خورده. خب که میگه حالا این کنفوسیوس، اون فیلسوف مشهور چینی would say، یعنی ممکنه بگه که اگه بود مثلا اینو میگفت که شادی اون جوی و لذت obtained یعنی حالا بدون ایدی هست، این حالت گذشتشه. obtain یعنی به دست آوردن، اون شادی به دست اومده از چیه؟ از یاد گرفتن درباره انسانیت، حالا از طریق چی؟ through، از طریق اون روابط اجتماعی social relationships و کارهای خوب و good deeds. قسمت بعدی میگه Those good deeds, however, do not include going to the grocery store because your mother has told you to, or treating yourself to a steak at a restaurant after a hard day's work. میگه که البته که این کارهای خوب اون کارهایی نیستن که مثلا شما مجبور به انجامش میشین. مثلا اگرچه که شامل این نمیشن که مثلا شما برین به مغازه خاربار فروش، برین به گروسری استور به خاطر اینکه مادرتون بهتون گفته که این کار رو انجام بدین، یا تریت کنین خودتون رو، یا مهمون کنین خودتون رو به صرف یه استیکی توی یه رستوران بعد از یه روز کاری سخت. In fact, a Buddhist would say that happiness is the reverse of consumerism. در واقع یه آدم بودایی ممکنه بگه که شادی is the reverse of consumerism. reverse یعنی وارونی، یعنی برعکس، یعنی منظورش اینه که متضاد با چی؟ consumerism یعنی مصرف گرایی. خود consumer یعنی کسی که مصرف میکنه، مصرف کننده. consume و consumption هست یعنی مصرف کردن و اینا، و consumerism یعنی مصرف گرایی. خب پس میگه که بودایی ممکنه بگه که شادی یه چیزی برعکس این همه مصرف گراییه. Because happiness consists of self-discipline and a life without longing. به خاطر اینکه شادی consist، اینجا کلمه consist رو میبینیم که به معنی شامل شدن میشه، یعنی همون include of self-discipline and a life without longing. self-discipline یعنی همون نظم و انضباط شخصی و یه زندگی بدون اشتیاق. Another perspective comes from scientists who have demonstrated that 50% of happiness is a result of the genes we inherit from our parents rather than the genes we purchase at the mall. میگه که یه دونه دیگه از اون دیدگاه ها، perspective یعنی دیدگاه، یعنی approach یعنی همون روی کرد، دیدگاه، یه view، یعنی یه دیدگاه دیگه‌ای که دانشمندها دارن، ساینتیست دارن، یعنی همون کسایی که چی کار کردن؟ demonstrate کردن، بیان کردن، نشون دادن که 50% این percent uncountable و نیازی نیست که اگه مثلا از یک بالاتر جمع ببندید همون 50% میاد، 100 هم باشه همون percent فرقی نمیکنه، اسم جمع نمیگیره، که 50% از شادی نتیجه است، یه ریزولت از اون جینی که اینجا به کار رفته، یعنی ژن. خب نتیجه اون ژن هایی هستش که ما چیکار کردیم؟ اینهریت کردیم، یعنی به ارث بردیم از والدینمون. خب اینجا یه چیز داره rather than یعنی حالا اصلا میگه نه اون چیزایی رو، مثلا میخواد مقایسه بکنه، حالت مقایسه ای داره، مثلا به جای اینطوریه. خب اینطوری معنی میده که مثلا بگیم به جای instead of rather than the jeans we purchase at the mall. یعنی میگه که نتیجه اون ژن هایی هستش، اون جین هایی هستش که اینا تلفظشون چون تو انگلیسی اینطوریه، اینطوری هم جمله بندی کرده، تو فارسی فقط فرق دارن، میگیم جین و ژن. نتیجه اون ژن هایی هستش که ما از والدینمون به ارث بردیم، نه اون جین هایی که ما پرچس میکنیم، خرید میکنیم توی اون مراکز خرید. این جینه اینجا به معنی همون شلوار جین و لباسای کلن جینه. خب اجازه بدید من اینو پاک کنم. حالا گفته So who is right
بنابراین کی داره درست میگه؟ The shopper, the philosopher, the monk or the scientist. اون فروشنده، فیلسوف، راهب یا دانشمند، کدومشون داره درست میگه؟ Perhaps the answer lies in the fields of philosophy or more specifically positive psychology. بخشی من اینجا گفتم philosophy، این psychologyه. میگه که شاید، perhaps یعنی شاید، اون جواب قرار داره، lie in یعنی قرار داشتن داخلی یه چیزی، قرار داره تو اون زمین، تو اون قسمت چی؟ psychology یعنی روانشناسی، یا بخوایم به صورت ویژه تری بگیم، specifically بگیم positive psychology، روانشناسی مثبت. In 1998, Martin Seligman, a psychologist at the University of Pennsylvania، میگه که توی سال 1998 مارتین سلیگمن یه سایکولوژیستی بوده، یه روانشناسی بوده تو دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا که gave a speech at the American Psychological Association in which he said that rather than devoting attention to unhappiness, psychology needed to change direction and focus instead on people for whom everything was going well. میگه gave a speech همون give a speech هست، یعنی سخنرانی کردن. خب سخنرانی کرده در برابر کی؟ در برابر اون association که association هم بهش میگن یعنی انجمن، گروه. خب اینجا انجمن معنی میکنیم. در برابر کی این سخنرانی کرده؟ در برابر انجمن روانشناسی آمریکایی. و گفته که درش چی گفته؟ in which یعنی که در اون قرار داره، مثلا حالا یه سری چیزا که درش چی گفته؟ گفته که به جای اینکه بخوایم وقتمون رو، اون توجهمون رو، اتنشنمون رو دیووت کنیم، اختصاص بدیم به چی؟ به unhappiness یعنی به ناراحت بودن که حالا متضاد هپینس هست، به اون شادی وقتمون رو اختصاص ندیم، یعنی بدیم و اون به اون هپینس اختصاصش ندیم وقتمون رو، این روانشناسی باید، این احتیاج داره که needed to change direction، نیاز داره که اون direction و راهش رو تغییر بده and focus instead on people for whom everything was going well، و فوکس کنه به جاش روی اون مردمی که همه چی داره واسه شون خوب پیش میره. He said psychologists had a reasonably good understanding of depression. اون گفت که این روانشناس های فهم خوب و حالا قابل قبولی reasonably از افسردگی داشتن. But they knew almost nothing about the mysteries of a happy life. اما تقریبا هیچی در مورد یه زندگی شاد و رمز و راز یه زندگی شاد رو داشتن نمیدونستن. He argued that if psychologists could isolate what those were, then people might be able to learn how to make themselves more satisfied with and cheerful about their lives. اون حالا راجع به این بحث کرده، این موضوعی بوده که راجبش بحث و اینا بوده که اگر اون روانشناس ها بتونن ایسولیت کنن، یعنی تفکیک کنن، جدا بکنن اون چیزی رو که بودن، بنابراین مردم ممکنه که قادر به این باشن که در مورد خودشون یعنی یاد بگیرن که چطور در مورد خودشون بیشتر راضی باشن، satisfied باشن و توی زندگیشون cheerful و خوشحال باشن. This was the beginning of positive psychology. این شروع روانشناسی مثبت بوده. Since then, research on happiness has come up with some astonishing facts. از اون موقع این تحقیقات روی شادی come up یعنی ارائه داده یا اومده با some astonishing facts، با یه سری از اون حقایق شگفت آور و astonishing. If we go back to the mall، اگر به اون مرکز خرید برگردیم که قبلا راجعش صحبت کردیم، shopping can indeed be a source of happiness.
البته که این خرید کردن میتونه یه منبع، یه سورسی از شادی باشه. But it is significantly less so once your basic needs have been met. اما این به صورت چشمگیری کمتر از اون دفعه اولی که شما اون نیازهای پایتون رو باش روبرو میشین و میبینین. The best kind of retail therapy is to shop for someone else. بهترین نوع و kind of retail therapy یعنی خرید درمانی، خرید کردن برای یه نفر دیگه است. This is consistent with the Chinese teachings of 2,500 years ago that assert that happiness lies in acting within social networks rather than for our individual benefit only. میگه که این consistent یعنی مداوم هست با اون مداوم ثابته با اون یکی هست مثلا با اون آموزه های چینی Chinese teaching ها و اون آموزه های چینی که واسه 2500 سال قبل بودن که ادعا داشتن assert داشتن که شادی قرار داره توی چی؟ قرار داره توی اون بازی کردن داخل شبکه‌های اجتماعی، به جای اینکه بخوایم فقط واسه سود خودمون یه کاری رو انجام بدیم. benefit یعنی سود، individual یعنی فردی. Again, current research agrees. In 2002, a University of Illinois study found that the students with the highest levels of happiness and the fewest signs of depression were those with a stronger friendship and family networks. و حالا دوباره این ریسرچ های کرنت و اخیر و در حال حاضری که انجام شده موافقت کرده و مثلا گفته که توی سال 2002 یه دانشگاهی توی ایلینویز، یعنی یه ایالتی توی آمریکا هست ایلینویز، یه مطالعه رو انجام داده که گفته اون دانش آموزا با highest levels of happiness یعنی با بالاترین لیول ها و سطح های از شادی و fewest signs of depression و پایین ترین نشونه های افسردگی اون کسایی هستن که فرندشیپ های استرانگی داشتن و حالا فامیلی نتورکس استرانگی داشتن، یعنی کسایی بودن که اون روابط دوستانه و روابط خانوادگیشون قوی بوده. Religion facilitates happiness in a similar manner. دین و religion میاد facilitate میکنه، ساده میکنه، توضیح میده شادی رو توی یه روش مشابهی. Once again, یک بار دیگه, a review of a large number of research studies on the links between religion and happiness has concluded that there is a positive correlation between religious commitment and higher levels of perceived well-being and self-esteem. خب میگه که یک بار دیگه یه ریویوی، یه مروری روی a large number یعنی یه قسمت بزرگی از اون مطالعات تحقیقاتی on the links between یعنی روی اون ارتباط ها و لینک های بین دین و شادی نتیجه داده، conclude کرده که there is a positive correlation between religious commitment and higher levels of perceived well-being and self-esteem که یه همبستگی و correlation مثبتی بین اون commitment یعنی متعهد بودن، بین اون متعهد بودن دینی و بالاترین and higher levels of perceived well-being and self-esteem و بالاترین سطح‌های درک کردن و دریافتن، فهمیدن اون خوشی یعنی well-being و همون عزت نفس هست که self-esteem میشه. و پاراگراف آخر میگه که grafting modern research into Confucian philosophy میگه که حالا ما میایم پیوند میزنیم این تحقیقات مدرن رو به اون فلسفه کنفوسیوس. We can go back to our original question and say that happiness is a very personal combination of genetics.
ما میتونیم به همون سوال اولیه و اصلیمون برگردیم، اورجینال کوشنمون برگردیم و بگیم که شادی یه کامبینیشن، یعنی یه ترکیب خیلی شخصی و پرسونال از اون ژن‌های ما actions and beliefs، از اون ژن‌های ما، اون کارهایی که انجام میدیم، یعنی اون عملهای ما و اون چیزایی هست که ما بهشون باور داریم، اعتقادات ماست. In the future, it may become standard practice for therapists to suggest interventions that boost happiness levels, including thanking people, writing letters to old friends, and hanging out with family. و حالا میگه که در آینده in the future ممکنه این تبدیل بشه که it may become، ممکنه تبدیل بشه به یه پرکتیس استانداردی، به یه تمرین استانداردی برای اون تراپیست ها، therapists، درمانگرها، برای اینکه پیشنهاد بدن، suggest کنن interventions that boost happiness levels، اون اقداماتی رو که بالا میبره سطح شادی رو. حالا اینجا گفته levels میشه سطوح شادی رو، که شاملش چی میشه؟ including thanking people، تشکر کردن از مردم، writing letters to old friends، نوشتن نامه به دوستای قدیمی، and hanging out with family. و hang out یعنی وقت گذروندن، خوش گذروندن، و خوش گذرونی حالا وقت گذروندن با خانواده هست. Who knew that learning to feel good could feel so good؟ کی فکرشو میکرد که یاد گرفتن در مورد اینکه حس خوبی داشته باشی میتونه واقعا حس خیلی خوبی بده. خب این درس هم تموم شد و به پایانش رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو رو ببینین و لطفاً اگر ویدیو رو تماشا کردید چنل ما رو سابسکرایب کنین و به دوستاتون معرفی بکنین. لایک و کامنت هم یادتون نره لطفاً، اینطوری به رشد من کمک میکنین و کمک میکنین به هم که یه انگیزه‌ای بگیرم برای اینکه ویدیوهای بعدی رو براتون درست بکنم. و همین دیگه، موفق باشین. خدا نگهدار.